دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پرزیدنت کشور امامعلی رحمان دستور داد که نرخ استفاده از اینترنت و گفتگوهای تلفنی به حالت پیشین آورده شود و آنهایی که در بالا بردن آن دست دارند جزا گیرند. عبدالفتاح شریفزاده روز 23 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت در جلسه اخیر پرزیدنت کشور گفته است که از ناراضگی مردم آگاه گشته است و امر داده است که قیمت استفاده از اینترنت به حالت پیشین آورده شود. به قول عبدالفتاح شریفزاده رئیس جمهور از این قرار آگاهی نداشته است. بعد از صحبت با رادیوی آزادی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان با نشر یک بیانیه کوتاه در وبسایتش نوشت امروز با دستور امامعلی رحمان نرخ استفاده اینترنت و ارزش ترافه‌های شرکت‌های موبیلی به حالت اوله برگردانیده شد. در بیانیه آمده است که با سفارش پرزیدنت نسبت شخصان مسئولی که به این کار راه داده‌اند چاره‌جویی کرده شد، اما معلوم نیست نسبت این افراد چی چاره اندیشیده شده است. حالا هم معلوم نیست که دستور کی رسما به اعتبار کرده می شود و شرکت‌های موبیلی در کدام مدت به قیمت‌گذاری‌های پیشینه برمیگردند. بر اساس قرار مذکور از اول ماه مارس که روز 18 اپریل حکم اجرا گرفت، شرکت‌های موبیلی نرخ 1 مگابایت اینترنت را به 6.2 درم رسانیدند و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی شد. قبلا 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومانی قیمت داشت. مخالفین قرار بالا بردن نرخ اینترنت می گفتند بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در خارج کار و اقامت می کنند و یگانه وسیله ارتباط آنها با والدان یا زن و فرزند آنها با مهاجران اینترنت و وسیله های ارتباطی به مثل وایبر و ایما و واتساپ است. لغو قرار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که کمیته انداز از آن هم سخت طرفداری کرده است، یک حرکت نادر رئیس جمهور به حساب می رود، زیرا بسیار کم شده است که بعد انتقاد زیاد و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی سندی در کشور را به اعتبار کنند. اعتراض و شکایتی که بعد نشر این قرار در شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد در تاجیکستان بسیار کم به نظر می رسد. کار به حدی رسید که گروه از فعالان مراجعتنامه را به نام رئیس جمهور آماده کردند و در یکی از محله‌های مرکزی دوشنبه جمع آمده از مردم امضا طلب کردند.